یکی از روزهای دهه آخر ماه شریف رمضان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد اعتکاف نشسته بودند و همسرشان صفیه بنت حیی به زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم می آیند. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم کمتر در مسجد می نشینند، طعام می بیارند برای افطار پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی برگشتن تاریک می شود و وقتی که برگشتنی می شوند پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند من همراه تو می روم، تو را گسیل می کنم تا نزد خانه. وقتی نزد در مسجد می آیند دو صحابه از انصاری پیامبر صلی الله علیه و سلم را با همسرشان می بینند و سلام می دهند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم شتابانه برمیگردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند علی رسلکما، استید، آهسته راه گردید و یعنی به معنای که من به شما گفتنی دارم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند انها صفیه زوجتی، این صفیه است، همسر من است. و آن دو صحابه میگویند سبحان الله، یعنی تعجب میکنند و میگویند یا رسول الله ما به شما گمانی بد نمیکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، یا در روایت دیگر ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. البته شیطان در فرزندان آدم به همان جای میرسد که خون به آنجا میرسد، یعنی از رگهای خونگرد شیطان هم میگذرد. یعنی به این معنی که شیطان اینقدر نزدیک است که اینقدر راههای دارد که وسیله هایی دارد که انسان را به چی میکند؟ وسوسه میکند و به گمان بد میبرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که گمان بد را از برادرانشان، از این دو صحابه دور برند. واقعا بسیاری از مشکلات از همین گمان بد سر میزنند. البته درباره گمان بد باز انشاءالله صحبت میکنیم، ولی ببینید که شیطان چقدر به انسان نزدیک است. هر راه ها، هر وسیله های دارد که انسان را وسوسه کند و باز یاردمچی های هم دارد، چنانه که در سوره ناس آمده است من الجنة و الناس، از وسوسه کننده های جنی و انسی انسان های هستند که یاردمچی شیطان یا وظیفه شیطان را اجرا میکنند، دوستان بد و غیره ها و ها کذا. اما امروز باز یک چیزهایی هست که همون وظیفه شیطان را اجرا میکنند. مثلا یک تلفنی که ما در دست داریم، انسان نیاز به کوچه برآمدن یا به یگان جا رفتن حتی ندارد. همون تلفن هم امروز یک وسیله شده است که انسان را وسوسه میکند. از وسوسه هم دیده باز یک چیزی وزنینتر است. از وسوسه شیطان هم دیده باز یک چیزی وزنینتر است که این خندیدن شیطان است، یعنی مسخره کردن شیطان، یا به این معنی که ما خود نفهمیده در قلب خود را، در دل خود را به شیطان باز میکنیم، میکشویم. همین خیلی گویا مرحبا میگوییم به شیطان تا اینکه به دل ما و شما درآید. یکی از بزرگان میگوید احذر ضحک الشیطان منک فی 6 ساعات، آگاه باش که در 6 حالت شیطان به حال تو میخنده. ساعت الغضب، یکمینش در حالت غضب. انسان وقتی غضب میکند خودش نفهمیده میماند که در شیطان را برای خود گشاده است. و المفاخره، دومینش در هنگام فخر کردن. انسان وقتی فخر میکند، وقتی خودش تعریف میکند، الکی خودش نفهمیده میماند که در شیطان رو برای خودش گشاده ایستاده است. و المجادله، سیومینش هنگام جدال، هنگام بحث کردن.
وقتی بحث میکنی با یک برادرت، با یک دوستت، فرق نداره با کسی که نباشه، وقتی بحث میکنی، وقتی بحث کردن حرکت میکنی، کوشش میکنی که همون نفری که مقابل تو است، کوشش میکنی که در بحث غالب بیایی و این یک حالتی است که در شیطان رو میکشایی. شیطان در همین حالت آهسته داخل میشه و میخنده. و حجمت زهد المفاجعه، این چنین در حالت پرهیزگاری ساخته. گویا انسان وقتی دوستانش همراه دوستانش میشیند، گاه هم میشود که خودش را خیلی بتقوا میگیرد یا همین طور وانمود میکند، گویا که یک انسان بسیار پرهیزگار است، بسیار یک انسانی که بتقوا و خداترس است. گویا یک نمودی ساختکاری هم میشود. انسان یک چیزی که در داخلش نیست، همون چیز میسازد و به رفیقانش یا به دوستانش همون چیز وانمود میکند. در این حالت یک دری کلان را به شیطان برای خودش میکشاید. اینچنین والحماس و انت تخطب فی الجماهیر، باز یک حالت بسیار خطرناک است. میگویند که و احساساتی شدن هنگامی که انسان یک جمهور، یک اودیتوری کلان خطاب کردن، وقتی مثلا نصیحت یا همین حالتی که من الان صحبت کرده ایستادم، در این حالت ها شیطان همین خیلی دری شیطان کلان کشاده می شود که شیطان به قلب ما و شما داخل می شود. این چنین والبکه و انت تعظ الناس، ششمش آخران حالت میگویند که و وقتی موعظه کردن گریه کردن. انسان چنانه که در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عینان لا تمسهما النار، دو چشم هست که هرگز آتش دوزخ به آن نمیرسد. یکی از همون چشم ها عین بکت من خشیت الله، چشمی که در تنهایی از ترس الله گریه میکند. فاضت من خشیت الله، در تنهایی از چشم ها همه خیلی اشک فواره میزند. اما در نزد مردم وقتی انسان موعظه میکند و گریه میکند، در این حالت یک دروازه کلام برای شیطان، برای نفس خودش وا میکند، گشاده میکند که شیطان در این همین 6 حالتی که گفتیم از حالت انسان میخندیده است. گویا شیطان میگوید که تو خودت نفهمیده ایستاده ای که دروازه های کلان را برای من گشاده ایستاده ای. دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را از وسوسه های شیطان جنی و از وسوسه های شیطان های انسی، انسان هایی که وظیفه شیطان را میبازند و دوستانی که ما و شما را برای بد دعوت میکنند و از هر وسیله‌ای که امروز ما و شما را به گمراهی، به راه‌های بد یا به گناه و معصیت دعوت میکند و کشاله میکند، الله سبحانه و تعالی خود نگهبان باشد.